من ماریبلم و اینجا یوتیوب ترسناک فارسی. اگه به رمز و راز تاریکی و علاقه‌مندی، قراره که با هم امروز یه سفری به اعماقش داشته باشیم. یه داستانی وجود داره که داستانی البته واقعیت اتفاق افتاده و خیلی هم سر و صدا به پا کرده. توی جنوب اسپانیا، توی استان خائن، روستایی کوچیکی قرار داره به نام بلمز دلا مورالدا. روستایی آروم با خیابان‌های باریک، دیوارهای سفید، پنجره‌هایی که ظهرهای داغ تابستون رو به سکوت دعوت می‌کنن و مردمی که سالها زندگیشون تفاوت چندانی با نسل قبلیشون نداشت. حالا توی چنین جایی که به ظاهر تمام اتفاقات عادی‌اند، هر اتفاق غیر عادی خیلی زود به تیتر اول خبرهای روستا تبدیل میشه. اما هیچکس فکر نمی‌کرد که اتفاقی که تو تابستون سال 1971 رخ داد بتونه اسم روستای بلمز رو وارد کتاب‌های تاریخ، پاراپسیکولوژی و حتی تحقیقات علمی کنه. توی یکی از همین خونه‌های ساده، زنی زندگی می‌کرد که هیچ وقت آماده شهرتی که به دست آورد نداشت و نمیتونست حتی باور کنه. اسم اون زن ماریا گومز کامارا بود. ماریا نه نویسنده بود، نه دانشمند، نه کسی که بخواد ادعای ارتباط با ارواح داشته باشه. در واقع اون یه زن سالخورده و خونه‌دار بود که بیشتر روزاشو مثل هزاران زن دیگه بین آشپزی، رسیدگی به خونه و زندگی با خانواده سپری میکرد. یه زن کاملا عادی و حتی فکر میکنم بدون تحصیل بود. توی روایت هایی که از همسایه ها و اهالی روستا باقی مونده، تصویر ماریا بیشتر شبیه یک زن آروم، مذهبی و کم حرف به نظر میرسه تا کسی که حالا بخواد در مرکز توجه باشه. پس ما میدونیم که ماریا زنی نبود که شایعه بسازه و یا دنبال شایعات باشه. خونه خانواده پرپرا، همسر خانم ماریا، تفاوت خاصی با خونه‌های اون اطراف نداشت. دیوارهای سفید آهکی، کف سیمانی، اتاقهای ساده، آشپزخونه کوچیک که در واقع قلب خونه به حساب می‌اومد. یعنی چیزی نبود که توی فیلم‌ها ما می‌بینیم. جایی که بیشتر ساعت‌های روز و اعضای خانواده کنار هم توش سپری می‌کردن و هیچ چیز خاصی هم نداشت. بنابراین اگر اون روزها شما وارد این خونه می‌شدید، احتمالاً اولین چیزی که توجهتون جلب می‌کرد اتفاقاً سادگی همین چیز بود. یعنی که انرژی خوبی داشت. نه وسیله‌های عجیب و غریب دیده می‌شد، نه پنجره‌های شکسته، پرده‌های پاره شده، نه. در واقع همه چیز اونقدر معمولی بود که هیچکس نمیتونست تصور کنه که همین کف سیمانی ساده قراره تا چند هفته بعد به یکی از بحث برانگیزترین پرونده های حل نشده دنیا تبدیل بشه. جالب اینجاست که خود خونه هم در واقع یه گذشته طولانی داره، گذشته تاریخی که توجه خیلی ها رو خودش جلب کرده. این بلمز منطقه‌ای بود با پیشینه‌ای در واقع چند صد ساله، سرزمینی که توی دوره‌های مختلف از حضور رومی‌ها گرفته تا دوران حکومت مسلمان‌ها در اندلس بارها دستخوش تغییر شده بود. به همین دلیل پیدا شدن بقایای تاریخی یا حتی استخوان‌های انسانی در این منطقه اتفاق بی‌سابقه‌ای محسوب نمی‌شد. نکته‌ای که سالها بعد اهمیتش در این پرونده بیشتر از همیشه آشکار شد، در واقع همین پیشینشه. اما خب حالا بیایید برگردیم به یه زمان بخصوص، یعنی وقتی که تابستان 1971 از راه رسید. فکر می‌کنم تاریخ 23 آگوست 1971 این اتفاق افتاد. ماریا اون روز مثل همیشه صبحش رو با همون کارهای تکراری شروع کرده بود و فکر می‌کرد که احتمالاً اون روز قراره هیچ چیز متفاوتی به وجود نیاد. مثل همیشه توی آشپزخونه مشغول درست کردن ناهار برای اعضای خانواده بود و قرار بود تا عصر به دیدن یکی از همسایه‌ها که تازه بچه دار شده بود بره. بنابراین هیچ کس فکرشو نمی‌کرد که قراره همچین چیز عجیبی رخ بده. آشپزخونه همون آشپزخونه همیشگی بود، همون اتاق کوچیک با کف سیمانی که سالها هر روز روی اون قدم گذاشته بودن، جایی که بارها شسته بودن، روش وایستاده بودن،
رقصیده بودن، ساعتهای زیادی مهمون اومده بود رفته بود و در واقع زندگیشون رو اونجا گذرونده بودن. به همین دلیل وقتی اون روز صبح ماریا نگاهش به کف آشپزخونه افتاد، خیلی زود فهمید که انگار یه چیزی فرق کرده، یه چیزی سر جاش نیست. چیزی که داشت با چشماش میدید اولش فقط شبیه به یک لکه به نظر میرسید. نه اونقدر بزرگ بود که بخواد وحشت کنه و نه اونقدر عجیب بود که فوراً غیر طبیعی به نظر برسه و نظر ماریا رو جلب کنه. بنابراین ماریا سعی کرد در ابتدا چیزی که دیده رو انکار کنه و فکر کنه یه لکه است. با آشپزیش ادامه داد، اما هر بار که گوشه چشمش به اون لکه میافتاد و هرچی بیشتر به اون خیره میشد یه چیزی رو احساس میکرد، چیزی که نمیتونست به سادگی انگار ازش بگذره. اینجا بود که مرز باریک بین یه لکه و یه تصویر آروم آروم از بین رفت. دو حفره تیره درست در جایی که انتظار داری مثلا چشمای انسان باشن پیدا شده بود. خط محوی که شبیه به بینی بود و دهانی که انگار حالتی بین سکوت و اندوه داشت. خیلی عجیب غریب بود. یه تصویر صورتی انسان بود قشنگ. ماریا هرچی بیشتر نگاه میکرد کمتر میتونست خودش رو قانع کنه که این چیزی که جلوی چشماشه فقط یه نقش تصادفی روی سیمان مثلا کف آشپزخونه است. بعدها این تصویر رو به نام لاپاوا شناخته شده شد و به بقیه معرفی شد. اولین و معروفترین چهره پرونده بلمس. اما خب توی اون لحظه هنوز هیچ کس نمیدونست که این صورت قراره چه جایگاهی توی تاریخ پیدا کنه. ماریا این مسئله رو به سرعت با خان و باقی اعضای خانواده مطرح کرد. اولین واکنش خانواده پرپرا مسلماً ترس نبود، بیشتر تردید بود و اینکه آیا کسی این کار رو از قصد کرده یا نه. اونا با خودشون فکر میکردن که آیا این لکه یا تصویر فقط اثری از رطوبته یا یه واکنش شیمیاییه یا شاید لکه‌ای که تا امروز متوجهش نشده بودنه یا کسی از قصد اصلا این کارو کرده. همسر ماریا خان پرپرا تصمیم گرفت ساده ترین راه رو امتحان کنه. یعنی تلاش کرد که اون لکه رو از روی زمین فوری پاکش کنه. خان خب نگران خانواده‌اش و ماریا بود و سعی داشت تا به هم اثبات کنه که اون تصویر فقط یه لکه است و چیز خاصی نیست. پس تصمیم گرفت تا حسابی اون زمین سیمانی رو با کف بشوره و هیچ لکه‌ای به جا نذاره. اما هر چی سطح سیمانی رو میشست تصویر از بین نمیرفت که نمیرفت. در نهایت هم خان عصبانی شد، کلنگی برداشت و تصمیم گرفت که کف آشپزخونه رو بشکنه. خان فکر میکرد که شاید اگر سیمان از بین بره اون لکه هم از بین میره و همه چیز تموم میشه. بنابراین با عصبانیت با کلنگ رو برداشت و شروع کرد به کندن. خلاصه که در نهایت بخشی از کف آشپزخونه کنده شد و از بین رفت و سیمان تازه ریخته شد، سیمانی که تازه درست شده بود. خانواده پرپرا نفس راحتی کشیدند، اما این آرامش متاسفانه پایدار نبود و فقط چند روز دوام آورد. یعنی تا وقتی که سیمان تازه خشک شد. خیلی نگذشته بود که تصویر جدیدی روی همون کف آشپزخونه شروع به شکل گرفتن کرد. این بار دیگه خب هیچ کس نمیتونست به سادگی بگه که خب همه چیز تصادف بوده، چیز خاصی نیست، هیچ چیز ماورایی وجود نداره. ماریا و خانواده‌اش حالا با سوالی روبرو بودن که هیچ پاسخی براش نداشتن. اگر اولین تصویر اتفاقی بود، پس این یکی از کجا اومده؟ و مهمتر از اون، آیا قرار بود این آخرین چهره باشه که روی سطح سیمانی شکل میگیره یا این خونه تازه شروع به حرف زدن کرده؟ یعنی میخواستم ببینن که آیا چیز ماورایی وجود داره، با چی روبرو هستن. در ابتدا خانواده پرپرا تلاش کردن ماجرا رو تا حد امکان بین خودشون نگه دارن. اونا نمیخواستن که تمام روستا در موردشون شروع به حرف زدن کنن و داستانهای عجیب و غریبی در مورد اون خونه و خانوادهشون بسازن. اصلا میترسیدن، واهمه داشتن از اینکه مردم یه جوری نگاهشون کنن.
برای هر کسی دیدن تصویر شبیه به یه صورت انسان روی کف آشپزخونه به اندازه کافی خب عجیب بود. اما حالا که دومین چهره هم ظاهر شده بود، سوال دیگه ای ذهنشون رو مشغول کرده بود که اگر این اتفاق هی دوباره تکرار بشه چی؟ یعنی بعد از این حالا کل آشپزخونه رو بگیره، کل خونه رو بگیره چی میشه؟ طبیعی بود که خبر قبل از هر جای دیگه‌ای به گوش همسایه‌ها برسه. توی روستای کوچیک مثل بلمس فاصله بین یه راز و یک شایعه گاهی فقط چند صد میتونست باشه. بنابراین کم کم همسایه‌ها، دوست، فامیل، آشنا یکی یکی وارد خونه شدن تا نگاه کنن ببینن چه اتفاقی افتاده. بعضی با لبخند میومدن، بعضی با ترس و تردید میومدن، بعضی هم فقط برای اینکه مطمئن شن که اون خانواده دچار توهم نشده میومدن یه سرگوشی آب بدن. اما تقریبا همه اونا بعد از چند دقیقه سکوت واکنشی مشابه داشتن. اونا هم همون چیزی رو میدیدن که ماریا دیده بود اولین بار. یعنی یه چهره انسانی ترسناک با یه اعضای ترسناک. البته نه کاملا واضح و نه انقدر مبهم که نتونیم تشخیص بدیم، اما خب واقعا اون چهره ترسناک، اون چیزی که توی اینترنت هست واقعا نشون میده که ترسناکه و حتی عکسایی که ازش موجوده. درست جایی که ذهن انسان رو وادار میکنه تا بپرسه واقعا دارم چه چیزی رو نگاه میکنم و آیا واقعیت داره یا نه، همین موضوع برای همه پیش اومد. برای ماریا خانواده‌اش خوب از همه بیشتر این ماجرا هنوز فقط واسهشون یک اتفاق عجیب و ترسناک بود. اونا هنوز نمیدونستن که خیلی زود این راز کوچیک از دیوارهای خونه‌شون قراره بیرون بره، از کوچه‌های بلمس عبور میکنه و به گوش شهردار میرسه، تیتر روزنامه‌ها میشه و پای صدها بلکه هزاران نفر رو به اون خونه باز میکنه. چیزی که با یک چهره روی کف سیمانی شروع شد خیلی زود به یه پرونده‌ای تبدیل شد که اسمش در سراسر اسپانیا و بعد در دنیا پیچید. اما نکته که اینجاست اینه که دقیقاً چی شد که این اتفاق از یک راز خانوادگی به یکی از مشهورترین معماهای تاریخ تبدیل شد. این همون چیزیه که توی اپیزود بعدی قراره با هم دنبال کنیم و بیشتر بهش بپردازیم. بنابراین اگر به کشف حقیقت علاقه دارید، باید بگم که این سفر تازه شروع شده، تازه اولشه. توی قسمت بعدی میبینمتون، نظرتون رو کامنت کنید. خداحافظ.